به این ویدیو خوش اومدید. تو این ویدیو قراره 5 تا از کارت گرافیک هایی که زیر $200 هستن تو بازار رو بررسی کنیم و ببینیم که کدومش بهتره نسبت به رقبای خودش. پس تا آخر این ویدیو با ما همراه باشین تا از بنچمارک های این کارت گرافیک ها دیدن کنید. شماره 1 اینتل آرک A580. بله درست شنیدید، اینتل از سال 2022 وارد بازار کارت گرافیک مجزا شد. اولین سری کارت گرافیک های اینتل با نام تجاری اینتل آرک معرفی شد که به رقابت با کارت گرافیک های اینویدیا و AMD میپردازه. این سری شامل مدل های مختلفی مانند آرک A750، آرک A380 و آرک A770 هستش که برای گیمرها و علاقه‌مندان به پردازش گرافیکی طراحی شده. حافظه ویدیویی 8 گیگابایتی DDR6 و هسته‌های گرافیکی XE و دارای 24 هسته و پشتیبانی از دایرکت ایکس 12 اولتیمیت با توان مصرفی 175 وات محاسبه شده. کارت گرافیک اینتل آرک A580 توانایی اجرای بازی‌های مدرن در تنظیمات 1080p را دارد و با توجه به بهبود درایورها انتظار می‌رود عملکرد آن به مرور زمان بهبود یابد. میانگین قیمت این کارت گرافیک $179 است. این کارت گرافیک برای رقابت با محصولات مشابه از برندهای دیگر طراحی شده و با ورود به این بازار قصد دارد سهمی بزرگ از کارت گرافیک را به خود اختصاص دهد. برتری نسبت به رقبای اینتل آرک A580 در برخی بازی‌ها می‌تواند با رادئون RX 6600 رقابت کند و نسبت به GTX 1660 سوپر در برخی از بازی‌ها عملکرد بهتری ارائه میده. با این حال بهبودهای نرم افزاری آینده ممکن است باعث شود که این کارت گرافیک به یکی از گزینه‌های برتر تبدیل شود و بعد منتظر آپدیت‌های درایور این کارت گرافیک باشیم. شماره 2 AMD رادئون RX 6600 با حافظه گرافیکی 8 گیگابایت DDR6 و پشتیبانی از تکنولوژی ری تریسینگ و اینترفیس PCIe 4. برتری این کارت گرافیک نسبت به رقابای خودش در اجرای بازی‌ها با تنظیمات بالا و پشتیبانی از ری تریسینگ عملکرد بهتری به نسبت به 1660 سوپر را دارد و در مقایسه با آرک A580 در برخی از بازی‌ها نرخ فریم بهتری ارائه می‌دهد. میانگین قیمت این کارت گرافیک $180 در نظر گرفته شده. شماره 3 انویدیا جیفورس GTX 1650 سوپر با قیمت حدود $160 در رتبه سوم لیست ما هست. پشتیبانی از ری تریسینگ نمی‌کنه، اینترفیسش PCIe 3 و کانکتور 6 پینه داره. این کارت گرافیک با معماری ترنینگ اینویدیا مناسب برای بازی‌های 1080 با تنظیمات بالا است. در بازی‌های مانند فورتنایت و GTA V قادر به ارائه نرخ فریم‌های بالای 60 فریم است. مصرف پایین و اندازه کوچک آن را برای سیستم‌های کوچک مناسب می‌کند. برتری به نسبت به رقبا 1650 سوپر در برخی از بازی‌ها عملکرد بهتری به RX 6500 XT داره، اما در مقابل RX 5500 XT کمی عقب‌تره. در مقایسه با RX 6500 XT این کارت گرافیک در سیستم‌های PCIe 3 عملکرد بهتری داره. شماره 4 AMD رادئون RX 6500 XT با قیمت تقریبی حدود $150. ویژگی های این کارت گرافیک 4 گیگابایت
مموری DDR6 هست، پشتیبانی از تکنولوژی ری تریسینگ نداره، اینترفیسش PCIe 4. این کارت گرافیک هم در بازی های مثل فورتنایت و پابجی قادر به ارائه نرخ فریم بالای 60 فریم هست در رزولوشن 1080. برتری نسبت به رقبا RX 6500 XT در سیستم هایی با اینترفیس PCIe 4 عملکرد بهتری نسبت به 1650 سوپر دارد، اما در سیستم های PCIe 3 عملکرد آن کاهش می‌یابد. در مقابل RX 6500 XT و RX 5500 XT کمی سریع‌تر است، ولی محدودیت‌هایی در پهنای باند دارد. شماره 5 و آخرین کارت گرافیک AMD رادئون RX 5500 XT هست با قیمت حدود $140 برای نسخه 4 گیگابایتی و $160 برای نسخه های 8 گیگابایتی. ویژگی های این کارت گرافیک 4 گیگابایت یا 8 گیگابایت DDR6 پشتیبانی از ری تریسینگ نداره، اینترفیسش PCIe 4. نسخه 4 گیگابایتی کارت گرافیک قادر به ارائه نرخ فریم های مناسب در بازی های 1080p است. RX 5500 XT در برخی از بازی ها نسبت به 1650 سوپر عملکرد بهتری دارد و در مقابل RX 6500 XT به ویژه در سیستم های PCIe 3 عملکرد بهتری